ҳар сол мо дар зиндагии рӯзмарраи худ ба хотири кор, муоширату иртибот ё мудирияти молӣ ҳарчи бештар ба фанновариҳои рақамӣ такя мекунем. аммо дар баробари роҳатиҳои дунёи рақамӣ таҳдидҳои нав ба нав бахусус дар мавзӯи муҳофизати иттилооти шахсии мо низ ба миён меоянд. طبق پژوهشی پانیمون اینستیتوت در سال 2018 مقدار نشر اطلاعات یا خود رخنه شدن معلومات شخصی نسبت به سال قبلی 126% افزایش یافته است. تنها در نیم سال اول سال 2019 بیشتر از 3800 چنین حالت رخ داده است که به زیاده از 4.5 میلیارد ثبت تاثیر گذاشت. این ارقام نگران کننده هشدار می‌دهد که مسئله محافظت معلومات شخصی ما در اینترنت از هر وقت بیشتر مبرم است. معلومات شخصی همون اطلاعاتی است که با استفاده از آنها یک شخص خاص شناخته می شود. به این اطلاعات به مانند نام خانوادگی، سراغ رقم تلفن، سراغ الکترونی، اطلاعات مالیوی، معلومات طبی، عکس‌های شخصی و دیگر جزئیات شامل است. در ماده 1 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ معلومات شخصی عباره معلومات شخصی چنین توصیف شده است: معلومات شخصی معلومات درباره دلایل‌ها، واقعه‌ها و حالت‌های حیاتی سوبیکت معلومات شخصی که بیانیت کننده شخصیت او امکان می‌دهد. واقعاً معلومات شخصی ما در اینترنت خود از خود پیدا نمی‌شود. عادتاً ما آنها را خودمان هنگام ثبت نام در وبسایت‌ها یا پرداخت مبلغ خرید الکترونی، مدیریت صحیفه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی یا جستجوی کار و پیدا کردن شناسایی نو آنجا می‌گذاریم. در برابر باور کردن معلومات شخصی خود در سامانه‌ها ما در نزد قلابان و مکاران آنلاینی آسیب‌پذیر می‌شویم. دزدی معلومات شخصی و حمله‌های هکری نسبت به آن که ما فکر می‌کنیم بیشتر رخ می‌دهند. در دنیای رقمی امروزی درک و احترام به حریم خصوصی معلومات شخصی جنبه خیلی مهم اعتراف شده است. اولا از معلومات شخصی می‌توانند برای دزدی پول شخص یا قلابی از نام آنها استفاده ببرند. مثلا با دزدیدن معلومات شناسنامه شما، بدکاران می‌توانند به نام شما از بانک‌ها قرض گیرند و یا کارت‌ها تهیه کنند. ثانیاً معلومات شخصی امکان می‌دهد که توسط پهن کردن اطلاعات بر دروغ آبرو و نفوذ شخص دستکاری و زیر نظارت گرفته شود. نهایت رخنه شدن معلومات شخصی احساس امنیت شخصی آدمان را ضعیف می‌کند، زیرا آن حریم حیاتی شخصی را در بر می‌گیرد. از این رو محافظت مخفیت معلومات شخصی در اینترنت امروز از هر وقت مهمتر است و این هرگز معنی آن را ندارد که شما باید استفاده اینترنت را قطع کنید. در جهان معاصر این امکان ناپذیر است. مهم آن است که مسئله تامین بی‌خطری در اینترنت را فراموش نکنید. شما معلومات شخصی خود را در شبکه اینترنت با نیت‌های نیک جای می‌دهید، اما وقتی که اطلاعات به دست بدکاران می‌رسد این به مشکلات تبدیل می‌یابد. کارشناسان ساحه امنیت سایبری توصیه می‌دهند که قاعده‌های معینی رفتار آنلاینی رعایت کرده شود. از جمله برای تأمین با اعتماد محافظت معلومات شخصی شما در اینترنت اجرایش این اصول‌های اساسی مهم است. مقدار معلومات شخصی را که شما در اینترنت مبادله می‌کنید کاهش دهید. معلومات نالازم را در وبسایت‌ها و پروفیل‌های شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد نکنید. خدمت‌رسانی‌ها و برنامه‌هایی را که شما با آنها معلومات شخصی خود را باور کردنی هستید با دقت انتخاب کنید. سیاست رازداری را در آنها بررسی و ارزیابی کنید. برای همه حساب‌ها گذرواژه‌های قوی و بی‌نظیر را استفاده برید. تا حد امکان از اصالت سنجی دو عامل با ثمر استفاده نمایید. به طور منتظم نرم افزارها را در همه دستگاه‌ها نو کنید تا آسیب‌پذیری‌های بی‌خطری رفع شوند. به خاطر محافظت از نرم افزارهای ضررآور از برنامه‌های ضد ویروسی استفاده ببرید. هنگام کار در شبکه‌های جمعیتی وای فای حتما از VPN به خاطر رمزگذاری ترافیک استفاده برید. پیش از آن که اطلاعات شخصی را وارد نمایید، سامانه و برنامه‌ها را با دقت از نظر گذرانید تا که مورد فیشینگ یا قلابی رقمی قرار نگیرید. نسخه احتیاطی داده‌های مهم را به خاطر برقرارسازی در حالت هجوم‌های هکری یا آسیب دیدن دستگاه آماده نمایید. در شبکه‌های اجتماعی احتیاطکار باشید. از افشای معلومات شخصی خودداری کنید. با رعایت این توصیه‌های عادی شما سطح حفظ معلومات شخصی خود را در اینترنت به طور نظررس افزایش می‌دهید. باید در خاطر داشت که حفظ اطلاعات شخصی در اینترنت توجه دائمی و برخورد آگاهانه را طلب می‌کند. پیروی از این تدبیرها به کاهش دادن خطر فاش شدن یا نادرست استفاده نمودن معلومات شخصی شما کمک خواهد کرد. فیشینگ، اینترنت بانکینگ و ترویان‌های بانکی، تهدیدهای آنلاینی چنین است عنوان درسی منبع ما که منظوری شما خواهد شد. با درس‌های سعودی رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشد.